سلام دوستان، به قسمت اول از بخش ششم این برنامه خوش آمدید. امیدوارم پیش از این بخش های اول تا پنجم رو مشاهده کرده باشید. در بخش های قبلی این برنامه این 3 بیت رو مطالعه کردیم و دیدیم که حافظ قرآن رو به چالش میکشه و میگه که خوشتر از شعر خودش در قرآن ندیدم. و بعد میگه که عشق تنها فریادرس بشره و نهایتاً قرآن رو پیش از 40 سالگی رها میکنه. در این بخش به دنبال اشعاری میگردیم که ممکنه باعث شدن که تقریباً تمام حافظ شناسان این شاعر رو مسلمان و قرآن دوست تصور کنن. به عبارتی دیگه به دنبال اشعاری میگردیم که شاید مسلمان بودن حافظ رو تایید کنن. مهمترین ویژگی و وجه تمایز یک فرد مسلمان اعتقاد به رسالت پیامبر اسلامه. ما میتونیم با مطالعه اشعاری که حافظ در تأیید رسالت پیامبر اسلام و یا در مدح او گفته و مقایسه تعداد و همینطور محتوای اونها با اشعار مشابهی که سایر شعرای اون دوره ممکنه گفته باشن به این پرسش پاسخ بدیم که آیا نشانه‌هایی از اعتقاد حافظ به اسلام در میان اشعار او وجود داره یا نه. به منظور انجام این مقایسه در این بخش از برنامه 9 شاعر سرشناس از سده‌های 6 تا 8 هجری قمری انتخاب شدند که شما فهرست نام‌های اونها رو در اینجا مشاهده می‌کنید. 2 شاعر هم عصر با حافظ و 7 شاعر که پیش از او زندگی می‌کردند. اجازه بدین با سعدی و مولوی شروع کنیم. غزل شماره 1 از مواعظ سعدی در حمد خداونده، ولی در قسمتی از این غزل سعدی میگه خدایا گر تو سعدی را برانی، شفیع آرد روان مصطفی را، محمد سید سادات عالم، چراغ و چشم جمله انبیا را. یعنی سعدی اعتقاد داشته که پیامبر اسلام راهنمای تمام پیغمبرهای پیش از او بوده. قصیده شماره 11 از مواعظ سعدی در مدح پیامبر اسلامه. در یکی از ابیات این قصیده سعدی میگه زبان را درکش سعدی ز شرح علم او گفتن، تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. یعنی سعدی میگه درباره دانش پیامبر اسلام ما چیزی نمیدونیم، بعداً معلوم میشه. تمام ابیات قصیده شماره 16 از مواعظ سعدی که 11 بیت میشه در مدح پیامبر اسلامه. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در زلال محمد. و همینطور همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. سعدی میگه آسمان هم میخواد بیفته تا بتونه مثل زمین بر کفش های پیامبر اسلام بوسه بزنه. شمس و قمر در زمین حشر نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش 2 ابروی چون هلال محمد. و بیت آخر که بیت معروفی هم هست، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. سعدی در دیباچه گلستان با
حمد خداوند شروع میکنه و بعد میپردازه به مدح پیامبر اسلام. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان. سعدی معتقده که پیامبر اسلام سرور کائناته. بوستان سعدی 10 باب داره و قبل از باب اول مجموعه 6 بخشی وجود داره که تمام ابیات بخش دوم این مجموعه در مدح پیامبر اسلامه. از جمله همه نورها پرتو نور اوست. به معجزه پیامبر اسلام یعنی دونیم کردن ماه اشاره میکنه و همینطور به اینکه با آوردن قرآن تورات و انجیل رو منسوخ کرد. به معراج پیامبر اسلام اشاره میکنه و اینکه پیامبر تا جایی رفت که دیگه حتی جبرائیل هم نمیتونست بره. جبرائیل میگه اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. و بعد از اون به مدح ابوبکر و عمر و عثمان و علی یعنی 4 خلیفه سنت میپردازه. و در ادامه همون بخش دوم از بوستان برای مطالعه شما. سعدی خطاب به پیامبر میگه بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. یعنی سعدی میگه که خداوند قبل از آفرینش آدم بشر پیامبر اسلام رو آفریده بود. مولوی در بیش از 20 غزل از دیوان شمس به نام پیامبر اسلام یعنی محمد اشاره میکنه که در اینجا شما 4 بیت از این اشعار رو مشاهده میکنید. این هم چند بیت دیگه از غزلیات شمس درباره پیامبر اسلام، از جمله جامه سیاه کرد کفر، نور محمد رسید، طبل بقا کوفتند، ملک مخلد رسید و شده است نور محمد 1000 شاخ 1000، گرفته هر دو جهان از کنار تا به کنار. او در غزلیات شمس در بیش از 30 غزل از نام پیامبر اسلام یعنی مصطفی استفاده میکنه که شما در اینجا نمونه هایی از این اشعار رو مشاهده میکنید. مولوی در بخش 35 از دفتر اول مثنوی میگه که نام پیامبر اسلام در انجیل بود و مسیحیان هر وقت که به این اسم برمیخوردند میبوسیدند اون اسم رو. مولوی در بخش 39 از دفتر اول مثنوی میگه که یک نفر به حالت تمسخر دهنش رو کج کرد و اسم پیامبر اسلام رو آورد و دهان او برای همیشه کج باقی ماند. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میرش اندر طعنه پاکان برد. در بخش 106 از دفتر اول مثنوی او این داستان رو نقل میکنه. بوجهل چند تا پاره سنگ در مشت خودش قایم کرده بود و رفت پیش پیامبر اسلام و از او خواست که بگه در مشتش چیه. سنگ ها اندر کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. گفت چون خواهی،
بگویم آنچه هاست یا بگویند آنکه ما حقیم و راست. یعنی پیامبر جواب میده میخوای من بگم یا خودشون بگن. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. مولوی در بخش 148 از دفتر سوم مثنوی داستان کاروانی رو نقل میکنه که داشت از بیابی در بیابان هلاک میشد. پیامبر اسلام برای نجات اونها سر میرسه و از اونها میخواد که برن و غلامی رو که با یک شتر پشت تپه‌ای که در اون نزدیکی قرار داشته در حال رفتن بوده بیارن. غلام مشکی پر از آب با خودش داشته و پیامبر به اهل کاروان میگه که از اون مشک خودشون و شترهاشون رو سیراب کنند و مشکهاشون رو هم از اون آب برای ذخیره پر کنند. و در آخر مشک غلام هنوز پر از آب بوده. غلام که تحت تأثیر این معجزه قرار گرفته، دستهای پیامبر رو بر صورت خودش میذاره و میبوسه. پیامبر دستش رو به صورت غلام حبشی میکشه و او فوراً سفید و مثل یوسف زیبا میشه و با این ترتیب معجزه دومی هم رخ میده. مولوی در بخش 152 از دفتر سوم مثنوی داستان زن کافری رو میگه که با بچه 2 ماهش اومد پیش پیامبر اسلام برای اینکه او رو آزمایش کنه. همینطور که نزدیک میشد به پیامبر اسلام، اون بچه 2 ماهه به پیامبر اسلام سلام کرد. مادرش خیلی عصبانی شد و گفت کی به تو اینو یاد داد؟ و کودک در جواب گفت خداوند از طریق جبرائیل. مولوی در یکی از رباعیاتش میگه من بنده قرآنم اگر جان دارم، من خاک در محمد مختارم، گر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و از این سخن بیزارم. یعنی مولوی میگه که خاک در پیامبر اسلامه. در ضمن او اعتقاد داشته که کتاب مثنویش کتاب الهی و ربانیه. اشعار سعدی در بوستان و گلستان و مولوی در غزلیات شمس و مثنوی نشون میدن که هر دو شاعر به رسالت پیامبر اسلام اعتقاد داشتند. معجزه هایی که مولوی به پیامبر اسلام نسبت میده هم حاکی از همین اعتقاده. در اینجا چند نمونه از این اشعار رو که پیش از این درباره‌شون صحبت کردیم مشاهده میکنید. هر یک از این اشعار به تنهایی نشانگر مسلمان بودن شاعریه که اون بیت رو سروده. در نتیجه به منظور جلوگیری از اتلاف وقت برای هر یک از 7 شاعر دیگه یک بیت و همینطور فهرست غزلها و یا قصیده هایی که اون شاعر در مدح پیامبر اسلام گفته ارائه میشه. در صورت تمایل به مطالعه عمیق‌تر اشعاری که هر شاعر در مدح پیامبر سروده میتونید به سایت اینترنتی گنجور مراجعه کنید. از این سایت در تمام بخش‌های این برنامه استفاده شده. اینجا فرصت رو غنیمت می شمارم تا از گردانندگان این سایت بسیار مفید تشکر کنم. عراقی میگه بر فرق کائنات چرا پا نمی نهم، آخر نه خاک پای عزیز پیامبرم. او در این بیت هم مانند سعدی ادعا میکنه که پیامبر اسلام سرور کائناته
و بر فرق کائنات ایستاده و هم مثل مولوی میگه که خاک پای پیامبر اسلامه. سلمان ساوجی هم میگه با همه رفعت که دارد آسمان چون بنگری، گوشه ای از گوشه های گوشه ایوان اوست. سنایی میگه 100,000 جان فدای خاک نعلین تو باد، کو به خدمت بر سر کوی تو آمد یک قدم. عطار میگه تمامت انبیا را پیشوا اوست، حقیقت عاشقان را رهنما اوست. یعنی عطار هم مثل سعدی اعتقاد داره که پیامبر اسلام پیشوای همه پیغمبرای قبل از او بوده. و نظامی هم در مدح پیامبر اسلام در یکی از اشعارش میگه ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش. خواجوی کرمانی درباره پیامبر اسلام میگه تاجده پیامبران، باجستان قیصران، کارگشای مرسلین، راهنمای انبیا. یعنی خواجوی کرمانی هم اعتقاد داشته که پیامبر اسلام راهنمای تمام پیغمبرهای پیش از خودش بوده. خاقانی میگه والا جمال دین محمد، محمد آنک از کل کون خدمت او برگزیدم. یعنی خاقانی فقط در خدمت پیامبر اسلامه و نه کس دیگری. حافظ تنها در 3 بیت و اون هم به طور غیر مستقیم به پیامبر اسلام اشاره میکنه. او در 1 بیت میگه در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. حمیدیان در شرح این بیت میگه که معنی چراغ مصطفوی شرع نبویه و در آخر شرح توضیح میده که این بیت حافظ مربوط میشه به خیر و شر در جهان و منشأ و حکمت آفرینش شر در جوار خیر. بنابراین این بیت رو نمیشه به صورت یک بیتی که در مدح پیامبر اسلام سروده شده در نظر گرفت. حافظ در 1 بیت دیگه میگه ماه اگر بی تو براید به 2 نیمش بزنند، دولت احمدی و معجزه سبحانی. این غزل حافظ در مدح شیخ اویس حسن ایلخانیه و این بیت هم خطاب به اوست. در نتیجه این بیت صرفاً یک اشاره‌ای به معجزه پیامبر هست، ولی هدفش مدح حسن ایلخانیه. این بیت هم از اشعار رندانه حافظه. او میگه که اگر با صداقت در راه خاندان قدم برداری، همت امام اول شیعیان بدرقه راهت میشه، بدون اون که این راه رو تایید کنه و یا مدح کسی رو بگه. شعرهای برزگر خالقی و هروی هم این مطلب رو نشون میدن. دوستان، هر یک از این 9 شاعر غزلسرای سرشناس دست کم 2-3 غزل یا قصیده در مدح پیامبر اسلام گفته. حافظ حتی 1 بیت هم در مدح پیامبر اسلام نداره. او در حمد خداوند هم غزلی نسروده. اجازه بدین ادامه این بحث رو موکول کنیم به قسمت دوم این بخش از برنامه.
تا اون موقع برای شما آرزوی شادی و تندرستی میکنم.